مقام‌های امنیتی افغان شمار کشته شده ها را بیش از 30 تن و زخمیان این رویداد را حدود 50 تن گفتند. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که ساعت 9 صبح 4 مهاجم شفاخانه سردار محمد داود خان را نشانه گرفتند. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که درگیری 7 ساعت طول کشید و حوالی 3.5 پس از 4 عملیات تصفیوی با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. برخی از دکتران و کارمندانی که توانستند از شفاخانه بیرون آیند چنین حکایت هایی دارند. 9 بجه انفجار شد. در داخل دالی بسیار فایرای قوی شد دیگه. انفجار نشد، بسیار فایرای قوی شد. بعد از دیگه کلی دمی گریز شده، هیچ کس نفهمید که ما از راه تاکاو گریختیم در خانه، از سیسو آمدیم دیگه. اکثریت دکترها تماما نشان شهید شدن. فایر شروع شد، ما خود انداختیم اون طرف. سر کس فایر میکرد، گیرش میامد. اگه اندیوال ما رو بیچاره را شهید کرد، پیشوری ما زد. دیگه بسیار چیز بود. ما را همین نفرای کماندو از چرخکی که پایین شده بود وا کشیدن ما را. به گفته مقام‌های امنیتی مهاجمان با لباس سیاهی وارد ساختمان شفاخانه شدند. مسئولیت حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان را گروه داعش به عهده گرفته است. شفاخانه سردار محمد داود خان در یک نقطه مهم و دیپلماتیک شهر کابل قرار دارد. در نزدیکی شفاخانه سفارت امریکا، وزارت صحت عامه و چندین نهاد دیپلماتیک دیگر قرار دارد. ای که بخوایم تا اینجا برسیم باید از چندین پوسته امنیتی بگذریم و همین قسم وقت بخوایم داخل ساختمان شفاخانه شویم از چندین گیت امنیتی و پوسته امنیتی باید گذشت. یکی گروهی از مهاجمان انتحاری چگونه خود را وارد ساختمان میکنند پرسش است که تا حال روشن نشده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، محل رویداد.